تقریبا 40% کارخانه‌ها در روسیه که عادتاً با جلب مهاجران فعالیت داشتند در دوره پاندمی با کمبود کارگر روبرو شدند. نشریه ویدمستی با تکیه به پرسش مرکز تحقیقات استراتژی روسیه نوشت شرکت‌ها از کمبود کوریرها و راننده‌های تاکسی اذیت می‌کشند. کاردهنده‌ها اقرار شدند که با جلب مهاجران خرج کمتری خواهند داشت. در این باره همکارم میرزا نبی خالقزاد بیشتر می‌داند. درود بر شما. چرا کاردهنده‌های روس بیشتر میل به کار گرفتن مهاجران را داشتند؟ از حساب مردم تهجویی مگر نیروی کاری کم بوده است؟ واقعا شالا درست قید کرده. در این نظرسنجی که روزنامه ویدموس چاپ مسکو نتیجه‌اش را نشر کرده است، 35% پرسیده شده ها گفتند مهاجران در مقایسه با شهروندان روسیه بهتر کار میکنند و 19% گفتند مهاجران به مانند شهروندان محلی زود کار را عوض نمیکنند. البته جنبه های منفی کار با مهاجران را هم گفتند که به قبل کاردهنده ها فرق ذهنی و فرهنگی و ندانستن زبان است. مشکل سنگین‌تری کار با جلب مهاجران به قبل آنها مانع و رسمیات زیادی بیوروکراتی بوده است. در این باره 37% کاردهنده ها صحبت کردند. یکی از سبب‌های محتاج شدن کاردهنده های روس به مهاجران پاندمی و قطع پروازهای معمولی بوده است. گفته شده است در فرصت نزدیکترین 15% شرکت ها با مشکل جلب نیروی کاری دچار می شوند و در صورت کمبود نیروی کاری خارجی ناچار به بازار داخلی روی می آورند. خب ببینید در داخل روسیه خود آنهایی که با مهاجران توجیه کار میکنند چی میگویند؟ در حقیقت همین احتیاج دیده می شود؟ چون ما برعکس در روزهای اول پاندمی گزارش می گرفتیم که هزاران مهاجر بیکار ماندند. بله شهلا، ما و همکاران دیگرمون با رهبر اتحادیه های مهاجرین و حامیان حقوقی آنها صحبت کردیم. مثلا عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو میگوید بر اثر پاندمی بسیاری از کارخانه و اداره ها در روسیه بیکارگر ماندند و به مهاجران احتیاج دارند. وی گفت نه 40% بلکه از آن بیشتر کارخانه ها با کمبود نیروی مهاجران روبرو هستند. به قبل عزت امان مثلا یک شرکت گازپرام به آنها برای جلب 3000 کارگر عریضه داده است، چون آنها میخواهند در سنت پترزبورگ بنا بسازند ولی کارمند ندارند. از این پیش شهرداری روسیه سرگئی سابیانین گفت سال 2020 در مسکو شمار مهاجران کاری 40% کم شده است. سابیانین همچنین گفت که کمبود مهاجران در فصل زمستان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. تشکر برای صحبت. ناگفته نماند که در تاجیکستان بسیاری از خانواده‌ها از حساب درآمد مهاجران زندگی را پیش میبرند. بنا به گزارش‌ها در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند و سالانه به کشور میلیاردها دلار میفرستند.